یه شرکتی بود کار اینا ریستوریشن تو کانستراکشن بود و کانستراکشن ادمنستریشن. میشه چی؟ میشه احیا سازی؟ احیا سازی. مثلا شما ساختمون که دارین بالکناش هر چند سال یه باری دوباره باید بیلد شه، یا مثلا پارکینگ استراکچرها به خاطر اون نمکی که توی در واقع اینجا میزنن، حتی به بیلدینگ‌های خاطر هریتیج رو به قولی اونا رو هم کاور میکنه دیگه. همه بیلدینگ، هر بیلدینگ شما داری هر چند سایه با یه دوره مینتیننسی داره. اینا کارش این بودش که می اومدن چک میکردن و زمانی که وقت رستوریشن میشد کمک میکردن بیلدینگ منیجمنت ها برن استخدام بکنن، حالا شرکت، کانترکتر، هر چیزی که لازم بود. که من همون سال اولی که رفتم اونجا اینا یادم نمیره همون هفته اول یه تسکی مدیر شرکت به من داد، اسمش راکو بود، گفت اینو انجام بده. اینو که گفت انجام بده، من فکر می‌کنم مثلا سه شنبه چهار شنبه اینو به من داد، من پنج شنبه از درافتش رو دادم به پراجکت منیجر، یه نگاه کرد و اینا، گفت چه جوری اینو انجام دادی؟ گفتم کار پیچیده‌ای نبود، یه دونه ریزرو فاند استادی بودش. اینو به من دادن واسه یه پلازا بود که انجام بدم. اکسپکتیشن پراجکت منیجر بود من یه ماه بعد اینو تحویل بدم. من آخر هفته آماده شده بود، رفتم بهش گفتم که آماده است. گفتش که یعنی چی آماده است؟ بده من. اشتباهه. نگاه کرد بعد گفت نه اشتباه نیست، ولی برو بشین اونجا من فلان چیزو بخون. منم هی جمعهش بود خوندم، هفته بعدش شد خوندم، دیدم نه اصلا نمیتونم. ایمیل زدم به مدیره، گفتم آقا یه کار دیگه بده، این تموم شده، اینم به من کار دیگه ای نمیده. دیگه این پراجکت منیجر با من لج کرد، منو دعوام کرد، اخمم کرد. منم گفتم اینطوریه، نو پرابلم. میزم یه جور بود که نمیدونم من چیکار میکنم. اون تابستون تمام سریال‌های ایرانی رو من تو شرکت دیدم، پولم هم گرفتم.